أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران گرامی، بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله با فضل و کرم الله تبارک و تعالی ما و شما دو درس از کتاب العربیت بین یدیک گرفتیم و برای آن برادران و خواهران و برای آن دوستداران قرآن و سنت و برای آن کسانی که میخواهند قرآن و سنت را خود بفهمند زبان عربی را برایشان پیشنهاد کردیم با زبان ساده تاجیکی که با فضل و کرم الله دو درس گذاشتیم و امروز بنده میخواهم درس سیوم را از کتاب العربیت بین یدیک پیشنهاد بکنم. پس این هست درس امروزه ما و شما. از صحیفه ششم از کتاب شروع می شود که الوحدتو چطوری که بارها ترجمه اش کردیم، یعنی که بخش یا قسم. التحیت و التعارف، سلام کردن و شناسایی کردن. الدرس ثالث، درس سیوم. پس ما و شما امروز در درس سیوم قرار داریم. درس سیوم ما و شما در اینجا عبارت است اولا الحوار الثالث، یعنی که حوار سیوم، گفتگوی سیوم، و الف که قسم یکم از گفتگوی سیوم باشد. انظر و استمع و اعید، نگاه بکن و گوش بکن و تکرار بکن. پس این را بارها ترجمه کردیم. پس میگذاریم به گفتگو یا به حوار که اینجا احمد با بدر صحبت میکند. احمد با بدر در این حوار، در این گفتگو صحبت میکند. اولا احمد میگوید که السلام علیکم، بدر میگوید و علیکم السلام. احمد میگوید هذا اخی هو مدرس. احمد میگوید که این برادر من است، وی مدرس است، یعنی که درس گوینده هست و معلم هست. پس اینجا هذا اشاره به سوی مرد هست. وقتی که یک مرد در پیشمون باشد میگویم که هذا، یعنی که این. اخی یعنی که اخ، برادر رو میگویند. اما یایی که در آخر این هست، چطوری که درس گذشته هم بیان کرده بودیم، این یا علامتش یعنی که من هست، انا هست. انا یعنی که من. پس اخی یعنی که برادری من. اخ الف قطعی خ هر دوش برادر می شود و این یا من می شود. پس اخی یعنی که برادری من. هذا اخی، این برادری من است. هو مدرس، وی مدرس است، یعنی که همین برادرش رو میگوید مدرس است. هو معنیش وی یا او میگوید مدرس است، یعنی که معلم هست. بدر میگوید اهلا و سهلا، خوش آمدید، یا که چطوری که اهلا و سهلا را درس گذشته با تفصیل بیان کرده بودیم که این اصلش چی میباشد، لیکن خلاصه اش یعنی که خوش آمدید. احمد میگوید که هذا صدیقی هو مهندس. احمد میگوید هذا صدیقی، هذا یعنی که این صدیقی رفیق من هست. صدیق معنیش رفیق، دوست. صدیق معنیش دوست. این یایی که در آخر این میبینید، پس این معنیش من میباشد، یعنی که صدیقی رفیق من، یا که رفیقم. چطوری که در زبان تاجیکی هم همین طور هست، میتوانیم بگیم که رفیق من یا میتوانیم بگیم که رفیقم. هو مهندس، وی مهندس است. مهندس یعنی که انجینیر هست. هو اشاره به سوی اون مرد است، یعنی که اون مرد یعنی که همون رفیقی
احمد مهندس می باشد. مهندس یعنی که انجینر می باشد. این را اشاره کرده ایستاده است این احمد است و به سوی اشاره کرده ایستاده است که این انجینر می باشد. الاخ برادرش می گوید، یعنی که این برادر احمد هست. برادر احمد می گوید اهلا و سهلا، یعنی که خوش آمدید. اهلا و سهلا یعنی که خوش آمدید. احمد می گوید مع السلامه. مع السلامه یعنی که با سلامت باشید. پس عرب ها چند کلمه ها را این طور استفاده می برد. می شود می گویند مع السلامه یا می گویند فی امان الله، یعنی که به معنای وداع کردن است، خی گفتن است. وقتی که می خواهد که از پیش برادرش برود، یعنی صحبت به آخر که رسید، خی به جای خی همین کلمه را استفاده می برند که مع السلامه. مع السلامه یا که فی امان الله. فی امان الله را همچنین استفاده می برند. بدر می گوید مع السلامه. بدر همچنین مع السلامه می گوید و وداع می کند. همچنین عرب ها کلمه دیگر را استفاده می برند که الی اللقاء، یعنی که تا بازدید. فی امان الله می توانید که شما در اینجا خودتون نوشته بکنید به خاطر یاد گرفتن و حفظ کردنتون. فی امان الله یعنی که در امان الله باشید. در امان الله باشید. و در این جای بدر بعد از مع السلامهش بنویسید که الی اللقاء، یعنی که تا بازدید. هر کسی کتاب دارد پس اینها را نوشته بکند. پس خی گفتن عربا به 3 کلمه بوده است، یعنی که در 3 کلمه حالا برای شما پیشنهاد کردیم. یکمش مع السلامه، دومش فی امان الله و سومش الی اللقاء. پس اینها را از خود بکنید به مثل نامهایتون. پس این بود حوار یکم یا گفتگوی یکم. میگذاریم به حوار دوم. الحوار الثالث، حوار سیوم قسم یکم، یعنی که بالاگی حوار سیوم قسم یکمش بود. اینجا حوار سیوم است قسم دوم، قسم ب هست، یعنی که دوم. حوار گفتگو. انظر و استمع و اعید، نگاه کن و تکرار کن و نگاه کن و گوش کن و تکرار کن. استمع و اسمع هر دوش یک معنا دارد، لیکن کمی فرقیت بینشان هست. استمع یعنی که با دقت باش، هوش و گوشت را و خودت را مجبور کن به طرف گوش کردن من. وقتی استمع باشد این حرف ت باشد. اگر این حرف ت نباشد اسمع باشد، اگر یعنی گوش کن. گوش کن بدون بگم مجبور کردن، بلکه گوش کن. وقتی استمع کشید با مجبوری گوش کن، یعنی که اهمیت بده، دقت بده، متوجه باش که چی میگویم. پس میگه متوجه باش در این حواری که حالا براتون پیشنهاد میکنیم و اعید و تکرار بکن. و در این حوار ندا با هدا صحبت میکند. دو زن، یکیش نامش ندا هست و دیگرش نامش هدا هست. پس اینها صحبت میکنند، میگویند که ندا میگوید السلام علیکم و هدا جواب میدهد که و علیکم السلام. ندا میگوید هذه اختی هی طبیبتون. هذه یعنی که اشاره به سوی این زن هست. هذا باشد اگر بدون این ه در جای این الف باشد اگر، پس این میشود مردانه. هذه کشید این زنانه میشود، یعنی اشاره به سوی زن. این زن اختی، اختی یعنی که خواهر من است. اخت خواهر را میگویند. الف و خ و ت که هست این را اخت یعنی که خواهر. و یا که هست چطوری که بارها بیان کردیم یا معنایش من. اختی یعنی که خواهر من یا که خواهرم. هذه اختی این خواهر من هست. هی طبیبتون وی طبیبه هست. هی اشاره به سوی وی زن هست. اگر مرد باشه هو میگوییم، چطوری که در حوار سیوم قسم یکمش در بیان کردیم. و اینجا میگوید هی یعنی که وی زن، یعنی که همین خواهرش رو میگوید طبیبه هست. طبیبه یعنی که پزشک است یا دکتر هست یا طبیب هست، یعنی که دکتر هست. طبیبتون، طبیبتون در آخرش داره که در سال گذاشتم بیان کردیم این علامتی زنانه بودن هست. پس طبیبه یعنی که دکتره هست، یعنی پزشک است، پزشک زن هست. پس هدا میگوید اهلا و سهلا یعنی که خوش آمدید. ندا میگوید هذه صدیقتی هی طالبتون. پس ندا میگوید که این دوست من هست، یعنی دوگانه من هست یا رفیقه من هست.
ندا میگوید هذه اشاره به سوی این زن. صدیقتی، صدیقه اگر این ته نباشد مردانه می شود، لیکن این ته که در آمد زنانه شد، یعنی که دوگانهش یا رفیقش، رفیق زنانه. پس میگوید صدیقتی یعنی که دوگانه من هست، این یایی در آخرش بودن یعنی که من. هی طالبتون، وی طالبه هست. هی وی اشاره به سوی وی زن، طالبتون طالبه هست یعنی که استودنت هست یا محصل هست یعنی که تحصیل کننده هست. طالب بدون این ته باشد اگر برای پسر، برای مرد استفاده برده می شود، اگر این ته که در آمد برای دختر و برای زن استفاده برده می شود. پس میگوید هی طالبتون، و زن یعنی که خواهرش رو میگوید که طالبه هست یعنی که محصل هست و تحصیل کننده هست. الاخت، پس خواهرش جواب میتید میگوید که اهلا و سهلا یعنی که خوش آمدید، یعنی که صدا بلند میکند در بین صحبت میگوید خوش آمدید. ندا میگوید مع السلامه یعنی که خیر، و همچنین هدا میگوید مع السلامه، و چطوری که دو کلمه دیگر هم در اینجا اضافه کردیم که فی امان الله میشود بگوید مرد زنم، و همچنین میشود بگوید که الی اللقاء یعنی که تا بازدید. پس این بود دو حوار یا دو گفتگو بین این مردها و زنها، یعنی که گفتگویی که براتون پیشنهاد کردیم این می باشد حوار و گفتگوی درس امروزه. و میگذاریم به این صحیفه که در این صحیفه چه چیزها را ما میبینیم. یکمش میگوید الوحدة اولا یعنی که بخش یکم، التحیة و تعارف سلام کردن و شناسایی کردن، الدرس الثالث درس سیوم، این رقم 3 هست یعنی که درس سیوم. و در اینجا برای ما و شما بیان میکند که المفردات، مفردات یعنی که کلمه ها یا واژه ها هم میگویند به زبان فارسی یا به زبان تازه تاجیکی. میگوید المفردات یعنی که واژه ها یا میشود بگیم کلمه ها. العرض چطوری که بیان کردیم یعنی که پیشنهاد کردن و تقدیم کردن و براتون رسانیدن. میگوید انظر و استمع و عید، نگاه کن و گوش کن و تکرار کن. پس در اینجا برای ما شما واژه ها را بیان میکند. میگوید یکمش مدرس، مدرس یعنی که معلم، درس گوینده، این درس نوشته استاد است یعنی که مدرس است، این یعنی که درس گوینده هست یعنی که استاد هست. و این طالبتون، طالبتون این دختر که هست برای خود در آخرش ته تانیث اومد یعنی که طالبه هست یعنی که دختر هست. اگر همین تهش بگیریم طالب میشود پسر، و در آخر این مدرس یا ته بمونه مدرسه میشود زن، و در این ته را بگیریم میشود مرد. طبیبتون اینجا صورت زن که هست برای همین خاطر طبیبتون آورد، ته را در آخرش آورد، و اگر تهش بگیریم طبیبون میشود مردانه. طبیبتون یعنی که زنانه، پزشک یا دکتر یا دکتر میگیم چطوری که ما و شما. طبیبتون دکتر زنانه و طبیبون اگر این تهش بگیریم میشه مردانه. مهندسون انجینیر، مهندسون انجینیر، و اگر در آخرش ته دیگه کوش کنیم مهندستون میشه انجینیر زن، و این مرد که هست برای همین خاطر مهندسون آورد و بدون علامت تانیث. پس اینجا اخ هست، اخ یعنی که برادر، اخون میگوید اخ، اخ معنایش برادر، اخت معنایش خواهر، اخ برادر، اخت خواهر. صدیقون، صدیق یعنی که رفیق، دوست، صدیق رفیق. اگر که پسر اگر رفیق چه گفتنی باشه میگه صدیقون یعنی که رفیق. و صدیقتون همچنین دوست و رفیقی دختری یعنی که دوگانه. صدیقتون یعنی که دوست و رفیقی دختری. پس زنها بگن دوست من میگن صدیقتی، یا دوست هم بگن صدیقه میگوین، اما مرد باشد میگن صدیق یعنی که رفیق. پس در صدیق این مرد که هست برای خود ته تانیث نیامد، این زن که هست برای خود در آخرش این علامت مؤنث، علامت زنانه بودن آمد. و در دوام این میگوید که هذا این، هذا این. ببین این مرد به سوی این مرد اشاره کرده است برای خاطر هذا یعنی که این مرد. هذه اینم اشاره کرده است این زن به سوی این زن برای خاطر اینجا چی شد؟ هذه یعنی که این زن.
پس هذا این مرد می شده است، هذه این زن می شده است. هو وی، این مرد صورت مرد است، هو یعنی که وی، هی وی زن. پس هو برای وی همچون مرد اگر مرد باشد هو استفاده برده می شود، اگر زن باشد اگر وی یعنی که هی استفاده برده می شود. پس این هست فرق بین مردانه و زنانه اشون. و همچنین در اینجا تدریب هست. تدریب یعنی که مشق یا که تمرین، مشق یا تمرین برای کار کردن هست. این را خود شما باید کار کنید، فقط من ترجمه میکنم و شما باید این را کار بکنید. میگه سیل بین الکلمتی و صورتی المناسبتی. سیل گفتیم که بچسبان، فعل امر است، یعنی که بچسبان ای خواننده، کسی که کتاب در دست داری بچسبان بین کلمه، این کلمه هست یعنی که اینها کلمه ها هستند نوشتگی ها، و صورتی و اینها صورت ها هستند و این صورت های آدم و مرد و استاد و کودک و خلاصه اینها صورت ها هستند. میگه بین این کلمه و صورت بچسبان، کدامش المناسبتی، لیکن مناسب باشد یعنی که درست باشد، صحیح باشد. مناسب باشد یعنی که صحیح باشد، درست باشد. پس اینجا مدرس کدام اینها مدرس هستند؟ باید این را خط بکشید. طالبتون یعنی که طالبه، استودنت یا محصل، و کدام اینها محصل هستند؟ صدیقتون کدام اینها صدیقه هستند و کدام اینها صدیق هستند یعنی که دوست زنانه و دوست مردانه. طبیبتون یعنی که پزشک زنانه. مهندسون انجینیر، کدام اینها مهندس و کدام اینها طبیبه هستند. هذا این زنانه. پس اینها را باید خودتان در کتاب هایی که در پیشتون چاپ کردید در روی اونها کار بکنید و صحیح و درست بودنش را خودتان برارید. پس این بود درس امروزه ما و شما از کتاب العربیت بین یدیک. و این درس ها را از استفاده برندگان، از آن کسانی که تمنا و خواهش و درخواست آن را دارند که زبان قرآن را و زبان سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را بفهمند، پس اونها خواهشمندان شما بسیار این را تکرار بکنید و بسیار بنویسید و بسیار با رفیقا و دوستانتان که هستند با اونها همینطور صحبت بکنید و گفتگو بکنید و برای اونها پیشنهاد بکنید آن چیزی که از زبان عربی دانستید و تعلیم گرفتید. و در اینجا درسی سیوم را به آخر میرسانیم و یکایک شما برادران و دوستان و خواهران گرامی و بینندگان محترم را به الله تبارک و تعالی میسپارم تا درس آینده. الله حافظ و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.